اینو روشن نکرده. آخ چشم در دیگه. بدون مقدمه GTA RP آوردم ولی لحظات مختلفی که کنار هم قرار داده شده و یه لطفی کنید کامنت بذارید برام که اونجا من چی بذارم واقعا نمیدونم. ببین 2 تا جا داره دیگه، یه دونه اونه یه دونه اونه. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم آخرین باری که نگاه کردم 113 تا ساب داشتم و یه تشکر بزرگ خواستم بکنم ازتون که حمایت کردید. خیلی دوستتون دارم. الانم حمایت کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب یتون نره. خیلی دوستتون دارم. 30 دفعه گفتی اینو، برو گم شو بازیتو بکن. نگاه دیدی جا کثیف بود. خسته نباشید. سلامت باشی. کجا میری کجا میری کجا میری کجا میری کجا میری کجا میری؟ آقا واسا بیا اینجا. میخوای فاتحه بخونی؟ آفرین. قبر پدر کدومه؟ قبر کجاست؟ من برینم سر قبرش. برین روش یه سش ایشت من دقیقا میخواستم همین کارو کنم. چی؟ نفهمیدم. اسلش ایشت چیکار دارم میرینم. اون پیه داره میفته؟ آره. یه زور بسه. خوردش. برگشت قورتش داد آجی. قورتش داد. اوکی. احمد تو میشناسی اسکل هاپو خانومی پیر بود آجی، خوشم نمیاد. چیکار می‌کنی؟ پیر بود حال نکردم. بیا بشین بریم بابا بیا بشین. ولی به نظرم باید خواهری کنی، بریم یه خانومی خوب جور کنیم. نه گوه خوردی. داشت بعد حاجی جاش خیلی باحاله. کجا؟ نه همین این پایینه. اینا میبینی؟ همین اینا اینجا همین وایسا یه ثانیه. دقیقا همینجا. ای میتونستی تو تبکی. آجی افتاد روم هلی ترکی. خوبت شد الان. ای بابا بنده خدا رو کی زده؟ بیا داداش یه کری بده. کری بده بودو تو کسی نیومده. خب سب کن سریع قبول کن. بودو دستش مدد بکنم. آراده خانه برو دادش. ای وای ای چرا اینجوری شد؟ ای زدم من اشتباه شد. بیا الان درسته. آقا بودو که کسی نمیره بریم. بودو دادش موتورم اینجا هستش. سریع برده برو. لومون نداریم. بودو دیگه. سعادت شم برو. ای یا علی. حیوان. داداش من به خدا به قرآن اون پرید جلو من. داداش شهرونده خدا. اینم دیگه چی شد آقا؟ گوش ای برای چی ویدیو میکنی؟ بیا اینجا بگیرش حله برای چی داری ویدیو میکنی؟ با کی تو؟ این به کی داره فوش میده؟ آها داره چیته رو فوش میده. مادر متوجه شدم.
حاجی بدبخت چه هرسی داشت میخورد خوردی. فوشایی که این داشت میداد و من به عمرم نشنیده بودم. واقعا میتونه کلاس آموزش فوش بذاره برامون. منو پیاده کن داداش. بیا این بچه مدی کن چه این سوار هی باشی یا کجا من گفتی دایرکتور بیاد داداش منو گفت دایرکتور میگم منو چرا ماشین منظورش کم بود. میاد آقای محترم داداش اسلحه‌ای که تو دهنتو جیب منه سرویس. اولا تو داداش می‌خواستی من ست سیاه آف بشی؟ دیوتی بودم. نه بابا من دایرکتور عزیزم الان چرا گان تو دهنتو جیبته سرویس. من این دایرکتور من آف دیوتی بودم داداش. بچهای پلیس آقا آقای ایسن نه. یکی با ما یواش بیاد. آقای این گفت یکی با فرمه ما بیاد. بله. منم گفتم خب برم آن آقای کنم بیام باشه دایرکتور برم. مدیکو بفرمایید برسونید مدیک. بذار باشه آقای خب مدیک اشکال نداره. اینجا صحنه‌های دلخراش ایجاد میشه دوست داری که وایسا نه بذار باشه تماشا میکنم ببینم تماشا کی میکنم. دادش خب بیا بیا دنبال من. بچه بیا دنبال منظم من، وایسی. دارید کار می‌کنم. بیا. برو آره، دیگه. آزاد کنی باید ببینیم راه داداش. برو دیگه تام بچه وایسید شما در یک وایسید. نه بابا میخوایم ماچت کنیم. برو اونجا وایسا استارتی. اینجا نامنظم میشه خب آقای نه ببین فقط چیز توی یه خط وایسید نمیخواد بچسبید به ماشین یه ذره مرتب باشه. چون تو با بچهای پیدی میخوای بری. با بچه پیدی می‌خواستیم بریم. آره زش کردی تو نه مدیکی چرا باید با بچهای پیدی اصلا بری؟ پیدی به مدیک چه ربطی گفت داره؟ یکی رو لازم داریم. گفتم من بیام داداش. منم گفتم بیاشه منم باشم. پیدی برای چی باید به نه. مدیک بگه تو هم بیا؟ شما اول از همه برون و میخوام سرچش کنم. آقا بدی داره بابا برون و من اینو آی اوه بنده خدا داداش آخر عاقبت ببند بابا ناله نکن خدا لعنتت کنه. به خدا تقصیر من نبود تو چرا پریدی آخه پایین؟ آجی اف بی استراپ هم انقدر شلوغه نگاه کن جی پی اسو خیلی جانم نمیدونم داداش حالا من میتونم ولی تو رو نمیدونم میخوای بزنی این آجی این بنده خدا میاد 3 نفر 4 نفر خط. آقا نشسته رو جسد یارو من میتونم یه رول بزنم سری. نه آقا صد وای صد را میشنی سری جا لطفا. آره اوکی. جیسون 30 استاتام نفر زیاد خط. داشت. آخه 3 شات سرشه میدونی چی میگم همون مگه در نیاوردن کسکی شات بود ولی نه ریدم دارم دیگه. الان فوش شدم نه نه فوش نده بابا صدا داره هم باشه شیرم حاضرم بند بخوام خود نناشو میگم چیه بیاد تو گوهی اول گفتم ننه نزدیک بود داداش it was a close call اومد ای بنده داشت چیت شده رفت دوتاشو زد اومد دو نفر دیگه اومدن اگه دوست داشتید حتما لایک کنید و سابسکرایب 2 دقیقه سوتی نده گم شو اینترو تو بگیر بگی بکپ بگی بخواب چه گوی داری میخوری ساعت 12 شب نمیفهم